در مورد اثرات نامطلوب قهر، غصه، عصبانیت، استرس و اضطراب روی عملکرد جهاز هاضمه خصوصا وظایف نرمال و فیزیولوژیک معده و روده گپ میزنیم. این که استرس، عصبانیت، قهر و غصه و تشوشات روحی و روانی چگونه میتونه هضم معده و روده را صدمه برسانه، پروسه جذب و تخلیه را به چالش بکشه. روی همه از اینها گپ زده و روی راه حل های حلی که میتونیم بدون دکتر و بدون ادویه استفاده کنیم هم مکس میکنیم. خب، عصبانیت، استرس، قهر و غصه پدیده است که تمام وجود تحت اثرات منفی و نامطلوب خود قرار میده، خصوصا سیستم عصبی. ما در جهاز هاضمه خود، خصوصا معده و امعای کوچک و بزرگ ما، میلیون ها نیورون یا حجرات عصبی داریم که به یک نوع چینل ارتباطی بین سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی محیطی و سیستم عصبی که مخصوص در جهاز هاضمه موجود است، انتریک نروس سیستم، برقرار میکنه. قهر، غصه، تشویش، اضطراب روی مکانیزم های مخصوص خود بالای امی استرکچر های ظریف که ارتباط بین سیستم عصبی و اعضای بدن برقرار میکنه قرار داشته و آیسته آیسته وظایف نرمال و فیزیولوژیک از را صدمه میرسانه. زمانی که استرس، قهر، غصه و اضطراب به اوجش میرسه، غده فوق کلیه هورمون استرس یا کارتیزول ترشح کرده افرازاتش بیشتر میسازه و به داخل جریان خون روان میکنه. یک حالت واهی به وجود دست میده، خصوصا حالتی که یا به جنگ میریم و یا هم از صحنه جنگ فرار میکنیم. ضربان قلب بلند میره، فشار خون بلند میره، قلب میتپه و کوتاهی نفس یا نفس تنگی که در امو زمان رخ میده دقیق حالت است که هورمون کارتیزول یا هورمون استرس بدن وادار می سازه که در مقابل امو تنبیه کننده یا علت استرس مجادله کنه و به یک نوع وجود ما را عیار می سازه. این حالت سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی خودکار خصوصا توسط سیمپاتیک چینلز به وجود می آید و دوام و تکرارش به مراتب میتونه جهاز هاضمه و چینل های ارتباطی بین جهاز هاضمه و سیستم عصبی مرکزی را صدمه برساند. ما در میری خود حرکات مخصوص و مارپیچ به نام پرستالسیس داریم که توسطش مواد غذایی از دهن به معده حرکت میکنه و یا نوع ترانسپورت لقمه از دهن به معده توسط همین حرکات مارپیچ میری صورت میگیره و این حرکات مارپیچ هم توسط سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی خودکاری اتونومیک نروس سیستم کنترل میشه. خب، اگر استرس، قهر، غصه، تشویش و اضطراب بیش از حد صورت میگیره، میزانش بلندتر شده و جزء زندگی عادی و شبانه روز ما گشته، این حرکات مارپیچ و مخصوص صدمه میبینه. گاهی اوقات صورت نمیگیره، گاهی اوقات سرچپه صورت میگیره. اکثرا با مریضای مواجه میشیم که فکر میکنن چیزی در گلونشان بند مانده یا لقمه که قرد کرده در قسمت از مسیر حرکتش بند مانده. اینا نماینگر امو کمبود تقلصات و حرکات مخصوص میری است که توسط تشوشات روحی و افسردگی دراز مدت به وجود آمده. در پهلو این هم تقلصات موجود است که توسطش عضلات معده حرکت میکنه و غذای موجود با جوس هضم که شامل تیزاب معده و هورمون‌های مخصوص است میکس کرده تا هضم درست به وجود بیاره. این پروسه اگر توسط قهر و غصه و تشویش و اضطراب صدمه ببینه، اکثر اوقات وقت میخوریم بعد از خوردن احساس گرنگی و سنگینی که نمیتونیم تعریف بکنیم در معده به وجود میاد. مقدار HCl یا هیدروکلوریک اسید یا تیزاب معده در موجودیت استرس و اضطراب بیشتر شده میتونه تهوع و استفراغات به وجود بیاره. دوام ترشحات بیشتر معده و ریفلکسش به میری میتونه سبب عفونت‌های مختلف میری، سبب التهاب برخاسته از تیزاب یا ریفلکس اسوفیگایتس و انواع و اقسام دلجوشی و دلشوره شود.
در پهلوی معده و میری، جایی که بیشتر توسط استرس و تشوشات روحی صدمه میبینه در جهاز هاضمه روده های بزرگ و کوچک ماست. قرار تحقیقات صحی روده ما حیثیت مغز دوم دارد، چون بیشترین تجمع نیورون ها و چینل های عصبی در جدار یا دیوار روده جابجا شده که توسطش افرازات روده، حرکات روده و پروسه جذب روده کنترل میشه. اگر استرس، قهر، غصه، تشویش و اضطراب به مراتب و بارها صورت میگیره، جزء از زندگی ما گشته، چینل های ارتباطی بین روده و مغز صدمه رسانده و عوارض در تقلصات روده میتونه سبب قبضیت، اسهالات، نفخ و باد و غر و غور شکم بگردد. در پهلوی اینها سوی جذب میتونه یکی از عوارض باشه که سبب کمزوری و ضعف اعضای دیگه بدن، با از دست دادن منرال ها و ویتامین ها در اسهالات که توسط حرکات روده به وجود میتونه عوارض دیگه و تکالیف دیگه در قسمت های دیگه بدن به وجود بیاید. خب زمانی که روده توسط مغز کنترل نشد، اگر حرکات روده به خاطر دفع مواد غایطه صورت نگرفت، قبضیت به وجود میاد. دوام قبضیت مریض مجبور می سازد تا در دفع مواد غایطه زور بزنه. زور زدن ها میتونه دریچه را به طرف بواسیر باز کنه. اگر حرکات روده بیش از نرمال صورت میگیره یا حرکات توسط مغز و سیستم عصبی خودکار کنترل نشد، بیش از حد صورت گرفت، دفع سریعتر صورت میگیره. مواد غذایی که آماده جذب است و انتظار جذب توسط روده را میکشه، اونا قبل از جذب دفع میشه و تمام مواد مقوی و مغزی را با هم بیرون میبره. گاهی اوقات اسهال و گاهی اوقات قبض، گاهی اوقات جور می باشیم. این نوع وضعیت اگر روی روده حاکم است، بیشتر نماینگر اثرات نامطلوب قهر و عصبانیت و تشویش و اضطراب روی روده است. خب برای بیرون رفت از این وضعیت، بهتر از علتهای اساسی برای قهر و غصه و عصبانیت پیدا کنیم. اگر بتانیم علت عصبانیت و قهر و اضطراب از بین ببریم، میتونیم از این تکلیف هایی که روش گپ زدیم به یک نوع خلاصی پیدا بکنیم. بهترین درمان و بهترین علاج برای استرس و قهر و غصه و تشوشات روحی مدیریت زمان در زندگی 24 ساعت است. اینکه صبح میخیزیم، چی میکنیم، پیداوار از او کار چی است و بالاخره نتیجه از او کار چی است، بیشتر ارتباط داره به تشوشات روحی و افسردگی ما. در پهلوی این که زمان 24 ساعت خود مدیریت کنیم، داشتن ورزش، خصوصا ورزش یوگا، بهترین معالجه استرس و اضطراب و قهر و غصه است. اگر هیچ وقت برای یوگا و ورزش نداریم، قدم زدن در طبیعت آزاد بهترین گزینه و بهترین درمان برای معالجه سریعتر و ارزانتر برای مشکلات روحی و افسردگی های مزمن است.